هیچ انرژی و هیچ چیز نداری، همه چیز وجود مرده. من در چه حدی بود؟ الانش یه مداد بود، مداد ساده و یه برق لب یا روغن لب. خب شما اینطوری میپسندید، من اینطوری میپسندم. تو نمیتونی عوض کنی که. میام تو بعد در زیر نظر خانواده توی خانواده زندگی. من 20 سالمه، من میتونم با خانواده آدم حق ظهور برام تصمیم بگیرم. درسته تصمیم گیری باید در از خانواده هم به حد نفسی باید در نظر بگیری. آرامش هم با خانواده داره زندگی. تو فقط این چیزا پیش پای افتاده رو چیز داری. این پیش پای افتاده همین الان فقط چون که اونجا با خانواده مهمه. برای من به شخص مهمه. برای من دیگران چی میگن؟ چرا باید خود انگشت نما کنی؟ من خب اونجا اداره کار کنم آخه. من نمیگم وقت نمیذاره آرش خیلی مهم نکن، مجبور نیستی که. A journalist from a state-run radio station has come to the clinic to make a documentary. اینجا در ایران خرج اینها امروز بخوان بخوابن 4 میلیون و نیم میشه. خود اینا هم معمولا دبیرستانشون هم تمام نکردن، ولی خب برای این کار پول ندارن. نه اقوام حاضرن یه پولی بدن برای گرفتاری که طبیعت واسهشون ایجاد کرده. فردی که اینها رو انتخاب کرده از نظر روحی یک انسان کامله، چون من احساس میکنم ممکنه کسی که اینا رو انتخاب میکنه گرایشات هموسکسوالی در اون زیاد باشه که همچین شریک جنسی رو قبول میکنه. اونا هم جاذبهشون و کشششون طرف یک زنه، یک خانومه، یک دختر میخوان، ولی با اینها ازدواج میکنن. چرا؟ دلیلش این است که این دخترها که من از بخش من خارج میشم، شما متولد من بعد دست بنده تولد پیدا میکنن، اینها به مراتب بیشتر از جناب عالیه، اینها زن‌تر هستن. چرا؟ حالا بهت میگم. و به این دلیلی که جذب مردها برای اینها از هر لحاظ، خانه‌داری، آشپزی، نظافت، ظرافت، شوهرداری به مراتب بیشتره. از مدرسه واسه چی بیرون شدی؟ تو جمع پسر بودم، بعد پسر اذیتم میکردن. اذیت یعنی چی؟ از لحاظ جنسی اذیتم میکردن. به خاطر همین دیگه مدرسه نرفتم. خب الان چرا لباس دختر نپوشیدی؟ هنوز جراحی نکردی؟ خب به خاطر اینکه دخترم. حکم TS رو داری؟ بله. از پزشکی قانونی؟ بله. تا حالا نیرو انتظامی گرفتت؟ زیاد. همه اذیت میشن، تمام TS ها همه اذیت میشن. من نمیخوام بگم من تنها اینجوری بگم، همه ما اینجوریه. بسیجی خیلی سخت تو ایران آدم اذیت میکنن. نه منو دخترم بگیرن اذیتشون میکنن. خب بهشون حق نمیدی؟ نه بسیجی همشون هیزن. ببین من الان یه سوالی میکنم، لزومی نداره با تفنگ و چیز بزنیم تو سر من. Farhad is Alyaska's childhood friend. He's come from his village to be with Alyaska during his operation. Farhad is also contemplating having surgery. درسته من حرف ندارم، ولی تاکید ایشون روی جمالات برای من خیلی سخت بود. خب خانم یه چیز بهتون میگم، شما صبح بلند میشی، خب میخوای برید دانشگاه به حساب، بعد از همون که بلند میشید هر یک قدم که میرید 10 نفر بهت گیر میدن. خب چرا گیر میدن؟ چرا؟ چون هر کسی به خودش اجازه میده که به خود بهش گیر بده. شما TSA در حق خودتون هم ظلم میکنید. وقتی که پسری هنوز جراحی تموم نشده، کامل نشده، دختر نشدی، قانون، شرع، عرف به شما این اجازه رو نمیده که لباس خانم رو بپوشی. وقتی که حکم گرفتی تو جیبت بود، بله میتونی حکم بذاری تو جیبت، لباس خانم رو بپوشی، هیچ کس هم مزاحمت نمیشه. نیروی انتظامی هم که گفت اون برگو در میاری، نیروی انتظامی هم دیگه با شما هیچ برخوردی نداره. میتونم همینطوری ادامه زندگی بدم، سر کار برم؟ اگه عمل برای جسم من ضرر داشته باشه بعدش اجازه بده. بهترین خدمات رو توی دنیا برای TSA ایران داره میده.
چون اولین کاری که میکنه هیچ جامعه بشری شناسنامه برای اینا تغییر نمیده، ولی ایران به خاطر عرف و به خاطر شرع این شناسنامه رو عوض میکنه. اولین مرجع تقلید در دنیا و چهره مذهبی در دنیا که حکم به تغییر جنسیت این افراد امام خمینی بود. تو جامعه ما شرع حرف اول رو میزنه، اما توی کشورهای اروپایی دین حرف اول رو نمیزنه، چون دین از سیاست جداست. پس افرادی این یک حکم چیز میمونه براشون، یک چیز شرعی میمونه، ولی تو جامعه ما نمیشه کاری رو کرد که برخلاف شرع باشه. اگر شما بخواید که با همین جسم زن مردانه بمونی ولی لباس پسرانه دخترانه بپوشی، دیگه ترانسکشوال نیستی، یه ترانسوستیسمی، شاید هم مشکوک به هموسکشوال باشی. به تکلیف تو روشن کنی، یا میخوای زن باشی یا میخوای مرد باشی. مجبوری برای اینکه زندگی بکنی این حالت رو بپذیری. درست میکنم که شما میخواید دو طرف داشته باشی. چی باعث میشه که اینا بیان اینجا خودشونو بگن زن بکنن یا مرد بکنن؟ شما میخواید بگی که یعنی اینا جسمشون رو تغییر ندن، فقط لباس عوض کنن؟ من دارم میگم اون بایدی که منو مجبور میکنه حق انتخاب از من میگیره. اون باید تو و امثال یعنی شما تصمیم جبری نداشتی؟ یعنی چی؟ من مجبورم این کارو بکنم. برای چی؟ برای فکر جامعه. نه به خاطر جامعه. حالا بهت میگم من مجبورم به خاطر اینکه خانواده‌ام قبول نمیکنن، ولی به خاطر اینکه بخوام زندگی تو اینجا، بالاخره ایرانی هم میخوام زندگی بکنم دیگه، چون به من گفتن تو یا باید زن باشی یا مرد باشی. این تصمیم گرفتی جنسیت خانم رو انتخاب کنی. چیزی که جامعه منو وادار کرد. خودت الان نگفتی؟ جامعه منو وادار میکنه. شما رو کی وادار میکنه عمل بکنید؟ شما رو کی وادار میکنه عمل بکنید؟ جامعه وادار میکنه. ببین وظیفه من اینه که بدونم این نفر اونجا باید دختره. اونجا میگه حرمت. The time for Alyaska's operation has finally arrived. فردا به امید خدا میرم تو اتاقم. آدم بخوای هویت خودت بشناسی باید این کار بکنه. این کاری که خدا با آدم کرده، درسته؟ کار خداست. بعد من نمیدونم اون کشورها چجوری هست چجوری نیست. میگن که میتونن با هم همجوری ازدواج کنن. بعد ازدواج کنن چه فایده داره؟ بعد از عقب خیلی گناه میکنی ها. اینجا که من حق کار ندارم، حق زندگی ندارم، توی محیط مردم میرم اذیت جنسی میکنن آدمو، بعد مسخرت میکنن. توی محیط زنها هم سر کار نمیتونم برم چون هویت ندارم. ولی وقتی عمل که کنی دیگه راحت میشی دیگه، هویتت پیدا میشه دیگه، مشخص میشه دیگه. فکر میکنی اگر ایران نبودی عمل میکردی؟ نمیکردم. نمیدونم اون طرف چه خبره، اصلا نمیدونم اون طرف چی هست چی نیست، چه کار میکنن چه کار نمیکنن. فقط میدونن که حق و حقوق برای خودشون دارن. اگر لازم نبود عمل کنم نه نمیکردم. دست به کار خدا نمیزدم. دست به کار خدا نمیزدم؟ نه نمیزدم. من کفشا کوبم و کفشا رو بادم ندارم با هم برو پایین بیارم. Fahad has come to be with Alyaska as he has surgery. الان پولشم به اون صورت جور نشد. خب بعد این سرپا بشه من بالا سر این بایستم. یک تومان باید سرم بده. میگفتیم بالاخره اسلام دین عقله دیگه. با عقل برای من ثابت بکن. من همین مسلمان برام سوال وجود داره. بالاخره باید برای زندگی من یه برنامه وجود داشته باشه. بیان مثلا منو عمل بکنن، شل و پل کنن و ول کنن تو خیابون که میشه همون آسیب‌های اجتماعی. وقتی که منو جمع نکنن همون میشه دیگه، نمیشه. کار مگر اینجا نبودی عمل میکردی؟ ایران؟ نه. من به خاطر حق و حقوقم باید عمل بکنم. یعنی
به خاطر اینکه نمیتونم سر کار برم، نمیتونم زندگی بکنم، اینجوری نمیتونم زندگی. به خاطر چی میگم؟ به خاطر اینکه خانواده مهمتره یا اینکه بخوام این کار بکنم. وقتی من دارم ترک میکنم فکرشو بکن من چقدر زجر میکشم که میخوام به خاطر این کار خانواده‌مو برای همیشه از دست بدم. من موامو کوتاه تیغ زدم رفتم برم سر کار، من نگرفتن، گفتن این روشش دخترونه است. چون میفهم ببین مثلا از این دختر بخوای نقش بازی کنه نمیشه. من باید نقش بازی کنم ولی نمیشه. بگم